پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. هر کسی یک یتیم و سرپرستی بکنه، جای خالی پدرش رو پر بکنه، دست نوازشش به سرش بکشه، یتیم نوازی و فقیر نوازی بکنه، پیامبر میگه من در بهشت خداوند مثل این دوتا انگشت با کافل یتیم، کسی که یتیم و سرپرستی میکنه مثل این دوتا انگشت با همین، از هم جدا نمیشیم. من جوانی رو میشناسم 40 سالشه 30,000 تا یتیم زیر پوشش خودش تنهاست. نه که ما تعداد حساب بانکیمون تو 10 تا بانک حساب داریم و نمیدونم اینا همش مال منه رو دریا و این ماشینا در خانه پارک مال منه و این فلان مال منه و یک جوان تو منطقه خودمون 3,000 تا یتیم سر ماه حساب بانکی براشون باز کرده میره تو حسابشون. 3,000 تا